پس از حملات موشکی اخیر ایران، بحث‌های درباره وضعیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در دهم ماه هوت اعلام کرده بود که پس از هدف قرار گرفتن دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل و محل استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم، سرنوشت نتانیاهو در حاله از ابهام قرار گرفته است. پس از آن تاکنون نتانیاهو در رسانه‌ها ظاهر نشده و گزارش‌های در مورد احتمال کشته شدن او نشر شده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز ادعاهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در مورد کشته شدن او در حملات ایران را تکذیب و آن را اخبار جعلی توصیف کرد. اما در 16مین روز رویارویی واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی از نظر نظامی و اقتصادی شکست خورده است. تنگه هرمز که شاهرگ حیاتی برای عبور نفت جهان شناخته می شود، در اوج جنگ ایران و آمریکا خبرهایی از بستن این گذرگاه برای عبور نفت منتشر شده و ایران بارها گفته که این تنگه را نبسته است. در همین حال ترامپ از کشورهایی که نفت خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکنند خواست مسئولیت حفاظت از این گذرگاه را بر عهده بگیرند. واشنگتن در این مسیر کمک بسیار زیادی خواهد کرد. امریکا با این کشورها برای تامین امنیت و باز نگه داشتن مسیر تنگی هرمز هماهنگی خواهد کرد تا روند عبور و انتقال نفت سریع، روان و بدون مشکل انجام شود. در مقابل، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از کشورهای منطقه خواست که نیروهای خارجی را از سرزمین‌هایشان بیرون کنند. به گفته وی، تنها دغدغه و اولویت نیروی خارجی در کشورهای منطقه دفاع از اسرائیل است و ترامپ حتی از چین درخواست کرده که برای امن نگه داشتن تنگه هرمز به واشنگتن کمک کند. چتر امنیتی که امریکا سالها آن را تبلیغ میکرد اکنون آشکار شده که پر از حفره است. چتری که نه تنها بازارنده نبوده بلکه عملاً زمینه ساز تنش و بحران شده است. ایالات متحده اکنون ناچار شده و از کشورها حتی از چین درخواست کرده تا با واشنگتن برای امن نگه داشتن تنگی هرمز کمک کنند. در اوج جنگ و درگیری ایران و امریکا، شماری از کشورها با نگرانی از بدتر شدن اوضاع منطقه از طرفهای درگیر خواستند که به این جنگ پایان دهند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، درخواست نخست وزیر آلمان از تهران مبنی بر پایان دادن به جنگ را مضحک دانست و از او خواست که بجای ایران به عنوان کشوری که مورد تجاوز نظامی بدلیل قرار دارد، باید از مهاجمان بی‌رحمی که مسئول بمباران و کشتار ایرانیان هستند چنین درخواست کند.